این دیزاینه که بسیار ظریف است که مدل عروسانه است، لوله‌ای میگنشه، زیاتر مردم ترکی میگن که ما لوله‌ای میگیم شه. یا مکمل از کریستال بخمل کار شده که در روی که مکمل کریستال و کار دست است، یا مکمل گلابات اندوزی است که کار دست است، مکمل کریستال کار شده. این مدل که ما بیخی کاملا متفاوت نو است که تا حالا در بازار هم براتون بگویم که دوپلیکیتش حتی نبر آمده دیگه. این کاملا دیزاین نو، مکمل یخنش کار دست دوزی است که و یک دیزاین یخن دست دوزی داره، مکمل کوچی استایل است که هم شپک نو است. قسمت تصویر بیننده است، لباس بسیار مقبول و یادم نره که در مورد قیمت این لباس برام بگید. قیمت از این لباس برام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام درود نثار یک شما وطنای عزیزم، ان شاء الله که هر کجای کسین جور صحت و سلامت باشین. بازم من تمنا امیری در خدمت شما وطنای عزیز هستم از طریق چینل دیدار میدیا. دوستای عزیز، امروز بازم میخوایم لباسای بسیار مقبول و زیبای گند افغانی را به شما وطنای عزیز به معرفی بگیرم. قسمی که شما در تصویر ببینید هستین اینجا واقعا لباسای بسیار مختلف با طراحی ها و همچنین رنگای مختلف داره که برادر عزیز ما اینجا ایستاد است. سلام علیکم، خوب هستین؟ ان شاء الله صحت خوب است؟ بخیر جانکتان جور است، خیرتی است. شکر. شما خوب هستین؟ نام زیبایتان؟ جمشید. سلام خدمت شما. سلام خدمت خود جمشید جان عزیز. امروز ما خواستیم به دکان خود بریم و چون واقعا لباسای بسیار زیبا داریم ما میخوایم که روزی رو به دختر خانمایی که بیننده برنامه ما هستن میخوایم به معرفی بگیریم. پس چه خوب است که اول از همین لباس که بسیار اینجا زیبا هست، به رنگ بسیار عالی و همچنین همین طراحی از بسیار مقبول است، میشه که خودت در مورد از این لباس مقبول برای ما و همچنین بیننده‌های عزیز لطف کنی و در موردش معلومات بدی. چشم. این دیزاینه که ما دیزاین نو است، دنباله دار، دیزاین توتایی میگن، شیپ متفاوت است که فقط به خاطر عروسا است. دیزاین عروسانه است که حتی میتونه کسی دیگه هم استفاده کنه، خود زیادتر بر عروسا میگیرن از پیش. ما دیزاین کاملا متفاوت است که سیت مکمل داره یا دیگه کالده جان گودی نمیشه سیت مکمل شب بندازیم. تمام چیز است که به حساب کوزه است، سیت است، واسکت داماد، کل چیز سیت مکمل داره. و همچنین در مورد امی یک رنگ داره، رنگ سیاه یا کدام رنگای دیگه هم داره؟ خیر نه، این تقریبا 12 رنگ مختلف داره. 12 رنگ مختلف داره که لاجوردی، سبز، سرخ، بعضی رنگای که هست دیگه که در حساب پیران استفاده میشه، کل رنگا رو داره. بس بسیار عالی. و همچنین میشه که در مورد از قیمت این لباس بر ما بگید. قیمت از این ناقابل، قیمتش تقریبا 16,500 روپیه است. و این لباس چون امی خانما و دختر خانما کسن یک عادت بسیار بگیم خوب دارن که میگن امی یک لباس فقط در یک روزی ما بتن بکنم دیگه. این لباس به کرایه هم میتین یا فقط فروشی است؟ بله چرا نه، ما حالا خب زیاتر ال پیرانا کس در کل پیرانا قیمتی را کس نمیخره، قدر کرایه هم داریم، بس کرایه هم میتیم. بله برای روز کرایه میتیم. کرایش چند است؟ بس کرایه زیر بر مشتری ها میتیم 3000 3500 دمی خانه میتیم کرا. واقعا دوستای عزیز هم همونطور که گفت هم کرایش و هم قیمتش بسیار مناسب است. کسایی که خواستن میتونن خریداری بکنن و کسایی هم که میخواستن میتونن کرایه بگیرن که واقعا یک لباس بسیار مقبول. همونطور که جمشید جان عزیز گفت بسیار رنگای مختلف هم داره که 12 رنگ داره که قسمی که شما در تصویر میبینین زیبایی و نمود از این لباس یکی خود رنگ از سیاه و رنگ سیاه بسیار یک رنگ جذاب است که زیاتر دخترها خوش دارن که این لباس به تن بکنن و همچنین قسمت دامن عزیز به زیبایی از این لباس افسوده. چون آل فعلا در جان گودی است، اگه کسی را به تن بکنه شاید دنبالش بسیار دراز باشه. بله دنباله دراز داره، باز متوسط داره و بی دنباله داره. سه دیزاین باز داریم از زیره. دنباله دامن از می خود از چند متر میایه؟ این تقریبا ایش خب متوسطش از کی تا خانه 3 متر است. باز دنباله درازش داریم که تا 10 متر میایه. بسیار عالی. خب میخوایم لباس بعدی رو به معرفی بگیریم. یک لباس زیبای دیگه هست که اول میخوایم این لباس به معرفی بگیریم چون به ترتیب دیگه لباسای این جناب خدا تمامشان مقبول است دیگه. ان شاء الله لباسای بعدی رو به معرفی میگیریم دیگه. میشه که در مورد از این لباس بر ما بگین چون این لباس که زیاتر همراهای عروس به تن میکنن، خصوصا در اون وقت زمانی که هینا میارن دیگه. میشه بگین که چند رنگ داره و در مورد طراحیش بر ما بگین. خب اینم یک دیزاینه که بسیار ظریف، پیرانه که ظریف ساده است که مکمل دستدوزی کار چرم است که کلش مکمل کار دست است که
امروز دست دوخته شده و از یام فقط 5 رنگش است، یا هم به حساب فروش داریم و هم به حساب کرایه داریم برای مشتری. اگر بفروشین قیمتش چند است و اگر کرا بزنین قیمتش چند است؟ اگر بفروشیم قیمت از 8000 است و کرایه بتیم قیمتش 15 کرایش 1500 است. و همچنین قسمی که شما دوستای عزیز بیننده هستین که دامن هم خود لباس یک رنگ است و همچنین شلوار از دیگر رنگ است. باز همین تو رنگای دیگه شما گفتین متفاوت است؟ بله، او باز رنگاش متفاوت است. شلوار و چادرش خب باز خود مشتری‌ها که هر رقم بدلشون باشه ما سیت میکنیم براش متفاوت. هم رنگ خودش نه البته متفاوت باز براشون سیت میکنیم. کدام رنگا است؟ مختلف است. مثلا رنگ سبز داریم، سرخ است، سیاه است، سبز است. همین رنگای مختلف است. چند رنگ مختلف داره این پیرانکو. زیادتر دختر خانم‌ها چون یک لباس است که واقعا هم کوتاه هستن، بسیار هم تو ظریف آماده شده، کدام رنگش زیاد انتخاب میکنن؟ والا زیادتر سرخ سرخ میگیرن. بله، چون سرخ کس بسیار یک نمود خاص داره و همچنین نمود یک زیب مقبول میته. و همچنین دختر خانم‌ها زیاد خوش دارن رنگ سرخ، نه باز به خاطر رنگ سرخ زیادتر خوش میکنن. و خاطر خوش دارن چون بسیار جذاب معلوم میشه و خصوصا لباس گند افغانیم که باشه که بیخی دیگه با جذابیتشان چند برابر افزون میشه. خب جمشید جان قند میشه که در مورد این لباس که فکر میکنم تکیشم تکی بخمل میگن برش، میشه که در مورد از این لباس در مورد طراحیش بگویی، در مورد تکیش بر ما بگویی و در مورد دیزاینش؟ این دیزاینه که بسیار ظریف است که مدل عروسانه است، لوله‌ای میگنشه. زیادتر مردم ترکی میگن و ما لوله‌ای میگیم شه. یا مکمل از کریستال بخمل کار شده که در روی که مکمل کریستال و کار دست است، یا مکمل گلابات اندوزی است که کار دست است مکمل کریستال کار شده، یا یک شپک متفاوت دیزاین نو که هم باز همون چیزایی که دو قبلی گفته بودم دو پیران قبلی یا مکمل سیت مکمل داره. باز کال نمیشه که اینجا بریم باز مکمل سیت داره یا کت خود، یعنی هم کلا داره، چادر هم داره بخود. چادر هم داره. یعنی کسی که دوست داشته باشه که با کلایی را مثلا دوست داره کلاه استفاده کنه کلاه هم داره و کسی که مثلا چادر دوست داره میتونه که از چادرش هم استفاده کنه. و یک چیز دیگر که زیادتر من متوجه شدم این قسم لباسا یک قسم دیسکاولک می داشته باشه، این لباس هم داره یا نه؟ بله داره. او رو باز به حساب خود خواست مشتری است، نه که بعضی خوش نداره، بعضی کوزه میگیرن که تازی باز ما میتیم کسی کوزه میتیم، کسی بخواد دیسکاول میتیم برش. و از این لباس مقبول چند رنگ اینجا موجود است پیش شما؟ از اینجا از این فعلا فکر کنم 3 دانه شاید مانده باشه. کدام رنگا؟ رنگ لاجوردیش است، رنگ جیگریش است و رنگ سرخش که پیش ما مانده. بود امیت که مکمل. بسیار عالی، بسیار یک لباس مقبول است و همچنان میشه که در مورد قیمتش بر ما بگی. قیمت از یام تقریبا در خانه 22000 است. بله. و اگر کرا بتین چند کرا میتین؟ و کرایش باز تا خانه 3-4 هزار است. 3-4 هزار. تخفیف هم داره؟ چرا نه؟ بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا یک لباس بسیار مقبول. قسمی که جمشید جان قند گفت سیدی مکملش است، کسایی که دوست دارن با کلاهش استفاده کنن، چادر و همچنین دیسکاول که داره میتونن از اینجا خریداری کنن که رنگای بسیار مختلف هم داره. و همچنین لباسای مقبول نام خدا اینجا بسیار زیاد است. یک لباسی که واقعا توجه مرا جلب کرد این لباس است که میشه که جمشید جان عزیز در مورد این لباس بر ما بگه. در مورد ازی یا هم دیزاینک نو است، شپک بی بیرانا باز به همراز دیگه که همراه عروس استفاده میکنن. یا هم دیزاینک ساده ظریف است که مکمل زیرش چرمه دزدوزی کار شده و سرش فیته های مختلف است و چند رقم بخمل ظریف کاری شده که با چند رنگ مختلف است. و یک دیزاین یخن دزدوزی داره، مکمل کوچی استایل است که هم شپک نو است و از یام تقریبا یک 12 رنگش است پیش ما. کدام رنگو؟ رنگ سبز، رنگ سرخ، رنگ لاجوردی، رنگ زردش است و چند رنگ مختلف است دیگه. یعنی هر رنگی که بخوای زیادتر است. و همچنین در مورد شلوار از این پیراهن بگو که بسیار اما تو رنگ های مختلف در این کار شده. شلوارایشان هم باز از یک است، لیلی متر است، لیلی مترای 12 متری به حساب گیبی که میگنشه افرنگ. ما در این افرنگ به خاطر سیت کردیم که در این خود اوی افرنگ کار شده. باز و رقم که مشتری خاص داشته باشه ما با مو رنگ بر دلش میتیم، چادرتون بانش سیت میکنیم برش. بله. چادر از این معمولا به کدام رنگ است؟ چادر از این هم رنگ که به حساب تنبان میگیره. باز مثلا تنبان افرنگ گرفت باز چادرش هم ما برش سرخ میتیم که به خاطر که جذابیت رنگ زرد که سرخ خوب سیت میشه ما برشون سرخ باز پیشنهاد میکنیم مشتری. تکی از این فکر کنم تکی بخمل است یا کدام تکی؟ ابریشم است، بخمل ابریشم است. بله. بخملای اول ابریشم است تکای از یا. و میشه که در مورد قیمت از این لباس بر ما بگین؟ قیمت از این در خانه 9000 است. 9000 9000 است قیمت. و اگه لباس مقبول کرا بتین چند کرا میتین؟ باز کرا بتیم در خانه 1200 کرایش است از این مدلک.
و هم تمام امی لباس های مقبول که هست یا تر امی لباس ها در کجا دوختش در کجا صورت میگیره؟ چونی بسیار کار زیاد کار داره، خصوصا انواع مثلا ای توبک های ازی در کجا، یعنی امی مرحله از اول تا به آخر در کجا تکمیل میشه این لباس؟ خب خوشبختانه دیگه این خود گند افغانی است، خود در پیش خود ما تولید میشه دیگه، ما خود ما کارخانه است که اینجا در خود افغانستان تولید میشه و بعضی وسایلش از طرف پاکستان میاد. کارخانه همینجاست؟ کارخانه همینجاست که خود اینجا جور میشه کل چیزاش و بعضی وسایلش که مثلا این توپکایش است یا یگان چیزش که در اینجا نمیباشه از طرف پاکستان میاد. و اگر مثلا کسایی در دکانتان تشریف می خصوصا دختر خانوما کدام عکس را نشان میده که همچون لباس بر ما آماده بسازین، آماده میکنین، سفارش قبول میکنین؟ فکس 100% برش جور میکنین. و کسایی که زیادتر بیننده برنامه مثلا میشه که در خارج از کشور باشه، صادرات دارین؟ بله چرا نه، در هر کشور که بخواین ما میتونیم برش صادر کنیم. بله بسیار خودتان یک گپ خوب را یاد کردین و ما حتما شماره تان را ذکر میکنیم. کسایی هم که علاقمند بود میتونن که همراه خودت مستقیم به تماس شون و هر سفارشی که خواسته باشن دیگه جمشید جان عزیز در خدمت هستن. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. بله بسیار لطف دارین شما. دیگه میشه که همین لباس بر ما به معرفی بگیرین که لباس بسیار عالی و همچنان رنگش هم میشه گفت رنگ پسته‌ای یا سبز ما میگیم، بسیار مقبول است. هم شلوارش هم این رنگ است، شلوارش هم فکر کنم گیبی است و همچنان بسیار یک دامن مقبول داره که رنگ هر دوش یکسان است و بسیار با طراحی خوب کار شده. دیگه جزئیات بیشتر ما از جمشید جان قند بشنویم. بله تشکر. یا یک دیزاینر که بسیار ظریفی است که مکمل قرص دوزی شده، قرص کلش که امروی دست دوخته شده نیاش و زیرش هم یک چرمی دست دوزی است که اون کار دست است و بالاش فیتم یخنشون کوچی است. یا هم دیزاینر که نو است که یا هم تقریبا افرنگ داره پیش ما، شپک متفاوت نو است و یا هم به امروی عروس البته استفاده میشه. یا هم چادر هم کلا داره؟ کل چیز داره. نه باز این که از به امراض فقط چادر می داشته باشه. باز کلا که زیادتر به پیرانای عروس است. کلا را به خاطر که امرا قدر خوش نمیکنه، به خاطر میخوان یک سیت چون یک کلشون یک رقم، باز به اون خاطر چادر استفاده میکنه. قیمت لباس مقبول چند است؟ قیمت چیزی باز تقریبا در خانه 2.5 است. اگه کرا بتین؟ باز کرایش به 2000 است. 2000 افغانی. بسیار عالی دوستای عزیزم، قسم که بسیار قیمت مناسب داره، یک لباس واقعا بسیار زیبا هست دیگه و تن دختر خانم این یک نمود خاص دیگه داره، بسیار هم یک رنگ خاص داره و همچنان لباسی که در پیش روی ما سمیال بسیار یک لباس مقبول که این متفاوت‌تر از لباس‌های دیگه است، چون لباسایی که تا اکنون برتون به معرفی گرفتیم لباسایی بود معمولا دامنایشون کوتاه بود، ولی بعضی کسا هستن که میگن نه همین لباس ما دراز باشه، این مربوط همو دختر خانمای مقبول میشه. چی خوب است که جمشید جان می لباسم در مورد طراحی و رنگش بر ما بگویم. سلام. این کس باز دیزاینر که نو است به حساب ما ماکسی میگیم دیگه، به حساب دراز است. باز کسایی که خوش ندارن که کوتاه بپوشن باز در ماکسی میپوشن، این زیادتر انتخاب میکنن و ناگفته نمونه که زیادتر عروسا میگیره. عروسا زیاد دخترهایی که عروس هستن باز خوش میکنن و یا هم باز از چند قرص مکمل مختلف کار شده. شما در تصویر میتونید دیده که چند رنگ مختلف و چند قرصای مختلف کار شده که فیته مختلف، چرمی مختلف و یخنشون کوچی استایل است. یا هم باز چادر هم داره، کلام داره، کل سیت مکمل. چند رنگ داره؟ ایزی تقریبا 5 رنگ داره. ای باز سرخ است که سبز است، لاجوردی است. همین رنگای است که برای عروس استفاده میشه، زیادتر خوش میکنن دختر خانم‌ها. همین رنگای بسیار خوبش هستن، رنگای روشن که معمولا بسیار زیب مقبول و زیبایی دارن. خب میشه که در مورد قیمت از این لباس مقبول بر ما بگی؟ قیمت از این 16,500 روپیه است به حساب خرید رو. باز کسی که کرا میگیره در خانه 2,500 است. 2,500 بسیار یک لباس مقبول است. واقعا قسم گفت تمام سیدش اینجا موجود می باشه، کسایی که دوستام دارن میتونن خریداری بکنن. و همچنان لباس بعدی که ما میخوایم به معرفی بگیرم یک لباس متفاوت دیگر هست که واقعا لباس بسیار مقبول است که هم خود دامن رنگ نیلی ما برش میگیم، نیلی و همچنان همین شلوار از این کس بسیار اما تو دیزاینش هم مختلف است، به می رنگ هم است که میشه در مورد از این لباس بر ما بگی. بله یا یکی از لباس‌های امرای عروس است که دختر خانم‌ها زیادتر استفاده میکنن و بهترین رنگ داره و چند رنگ مختلف است. باز یخنش مکمل قرص دزدوزی است که مکمل امرای دست دوخته شده و همچنان شلوارش باز میتونه مختلف رنگام بگیره و این پیرانک هم تقریبا 5 رنگ داره. کدام رنگو؟ رنگ می سرخ، لاجوردی، سیاستک و سبز است. همین رنگای مختلف داره و چادرش است و تنبانش است. هم رنگ می باشه دیگه. هم رنگ می باشه. زیادتر این پیرانکایی که به خاطر که زیاد جینای شهر رنگ کار نشده باز همون خاطر یک رنگ سیتش میکنه. بسیار عالی. و میشه که در مورد قیمت این لباس و همچنان اگر به خریداری قیمتش چقدر است و اگر کرا بگیره چقدر است قیمتش؟
بله قیمت خریداری از این 5,500 هستک و قیمت کرایش 1,000 افغانی هستک. بسیار عالی. واقعا یک لباس است که به مو قیمت بسیار میارزه، چون زحمت بسیار زیاد برش کار شده و به مقبولی از این لباس خصوصا این قسمت هایی که است بسیار بر مقبولی لباس افزوده. و میشه که در مورد لباس بعدی که یک لباسی است که شاید زیادتر دختر خانمای لباس دوست داشته باشند، چرا؟ چون رنگش رنگ سرخ است که زیادتر کسایی که همراه هستن یا عروس هستن رنگ سرخ انتخاب میکنن، چون یک رنگ شاد است و در محافل عروسی زیادتر می رنگ انتخاب میکنن. که این لباس که دوستای عزیز من متوجه شدم این قسمت آستین از این متفاوت تر است. دیگه از این لباس این تکش کدام تک است؟ در مورد طراحیش بیشتر خودت جمشید جان قند بر ما بگو. چشم. این لباسه که ما هم دیزاینک ماکسی یا روسانه است البته که مکمل لون خودتان شاید هستین که یک کاملا متفاوت دام در حساب بالاتنش کار شده و هم حساب آستیناش که مکمل دزدوزی است، یا چرمی دزدوزی هم زیر دامن کار شده هم سر آستیناش، یا هم باز از تقریبا 7 رنگ مختلف داره و این باز دیگه که تشتمان استفاده نمیشه، فقط چادر داره و کلا داره. اون کسی که باز به حساب بخرم ما داریم فروشیش هم به حساب کرایه داریم. باز قیمتش چند است؟ قیمت از این تقریبا 17,500 هستک و کرایش باز در خانه 3,000 است. 3,000 برای کرایه. واقعا بسیار لباس مقبول است. لباس است که عروس خانم‌ها میتونن استفاده کنن و هم همراهای عروس. لباس است که اونقدر سنگین هم نیست، بسیار لباس راحت و همچنان دراز هم است که به زیبایی از این لباس افزوده، خصوصا امی آستین از این بسیار زیبا است. و چی خوب است که بریم به سراغ لباس بعدی که واقعا یک لباس بسیار عالی و لباس مقبول است که اینجاست. لباس است که رنگش نارنجی واقعا بسیار مقبول است. دیگه جمشید جان قند میشه که خودت جزئیات بیشتر بر ما بگی. چشم. یا هم دیزاینکی است که به حساب همراه استفاده میشه و لباس به حساب عروس، همراه عروس که هم شبک متفاوت است. سر زیرش مکمل اون از ببینین که مکمل چرمی دزدوزی کار شده، وسطش قرص است، یخن کوچی داره و یا هم 5 رنگ مختلف داره که خود 5 رنگ. و همچنان میشه در مورد قیمتش بر ما بگی. قیمت از این خانه 5,000 است و کرایش هم 1,000 افغانی است که به حساب کسی کرایه بخواد، باز کرایه هم داریم که 1,000 افغانی است کرایش. خب این وقت کسی هم که بخواد لباس مقبول خریداری کنه، خب هم فکر میکنم چادرش دیگه همراهش است. بله چادر هم داره، تومان هم همراه خود داره. باز بعضی خوش نداره تومان چسب بشه گیبی میپوشه، باز گیبی هم مومیتی مشکل نداره برش. یعنی هر قسمی که راحت باشن، هر دیزاینی که دوست داشته باشن، دیگه جمشید جان عزیز به میل دلشان به مو رنگی که دوست دارن آماده میسازه دیگه. بله بسیار عالی. و همچنان لباس بدیری که دوستای عزیز ما میخوایم به معرفی بگیرم. نام خدا تمام لباسا اینجا مقبول است. من هر طرف که میبینم میگم کدام طرف برم، اول کدامی لباسا رو به معرفی بگیرم به شما عزیزای دل. خب لباس بعدی که چیزی که من متوجه شدم با خصوصیت این لباس است که تکش نازکتر است نسبت به لباسای دیگه. بله این یک مدلک ماکسی است به حساب همراه عروس است دیگه. زیادتر نزدیکای عروس ایره میپوشه، مثلا خارج باشه یا نزدیکایش. و یا هم که از مدل نو است که از لیلی متر است. تالی بی چیز بخی نو برآمده، مکمل تکی از یک است لیلی متر است. یا خانش هم مکمل دزدوزی کوچی قدیمی است، دیزاین نو و آستیناش هم از تکی گل بخمل کار شده، بخی متفاوت و مکمل چرمی دزدوزی است که کار دست است. و چند رنگ داره؟ از این تقریبا 7 رنگش داریم. 7 رنگش داریم و یا هم باز که خود هم چادر داره و هم به حساب کوزه و چیزاش سیت مکمل است. بسیار عالی. و همچنان قیمت لباس چند است؟ قیمت از این لباس 13,500 است. و اگر کرا بتین؟ کرایه از این باز 2,000 است. در خانه 2,000 2,500 است. 2,000. واقعا لباس است که بسیار مقبول است، خصوصا در هوای گرم اگه لباس بپوشن، چون یک لباس است که تکه نخی گفتین؟ تکه لیلی متر. واقعا بسیار نازک است و بسیار چی میگن راحت تر است نسبت به لباس های دیگه، چون امو وزنش هم زیاد سنگین نیست. بله تکی چادری که است که لیلی متر از او تک است کی. بله بسیار یک لباس مقبول با رنگ بسیار عالی. و همچنان لباس بعدی که ما میخوایم به معرفی بگیریم این لباس است که واقعا شلوار از این لباس که است رنگ زرد تقریبا طلایی یا مو زرد ما یا با پیراهن از این کس یک لباس یک رنگ متفاوت دیگه داره. میشه که در مورد جزئیات از این لباس بیشتر بر ما بگی؟ بله یا هم کس باز یک لباسه که است که به همراه عروس استفاده میشه و به دخترایی است که زیادتر ساده پوش هستن، خوش دارن ظرافت ظریف پوش هستن، نه که ظریف میخواین بپوشن. این به او خاطر است که فقط اون بالاتنی از این کار شده و آستین دان چیزش آشایش مکمل چرمی دزدوزی است که کار دست است. یعنی یک لباس است که کاملا بسیار ظریف است. کسایی که ساده پوش هستن میخواین که یک چیز ظریف به تن بکنن، مخصوص امو دختر خانماست. و چند رنگ از اینجا موجود است؟ از این فعلا یک 12 رنگش پیش ما موجود است از این مدلک.
رنگای روشن که واقعا رنگایی است که تمام دختر خانم‌ها خوش دارن در محافل عروسی خصوصا رنگای شاد را به تن بکنن. خب میشه که در مورد قیمت از این لباس بر ما بگین؟ قیمت از این لباس 7,500 پس و کرایش که ما بر مشتریان میتیم در خانه 1500 است. و یک چیز دیگه که یادم نره که دل تمام دختر خانم‌ها جمع باشه، فکر کنم که لباس‌های افغانی که لباس‌های فری سایز است، یعنی بدن هر کسی که باشه به هر اندام که باشه میتونن بدنش به راحتی به مناسب بیاین. بله ما کل لباس های ما کس فری سایز است، به هر سایزی که بخواین میایه. بس با کسی هم که سفارش داشته باشه یا به میل دلشان نباشه، خیاط اینجا هست، میتونن که با مو سفارش که دارن سفارش بتن و لباس به میل دلشان آماده شه و بتنشون بسیار زیبا نمود بتن. دیگه لباس بدیلی که من میخوایم به معرفی بگیرم لباس است که این لباس می باشه، لباس رنگ سرخ که واقعا بسیار یک لباس زیبا و همچنان چیزی که من متوجه شدم در قسمت آستین ازی رنگای بسیار مختلف کار شده و آستین ازی هم که بسیار مقبول است و قسمت کمر ازی هم که چین خورده بسیار مقبول معلوم میشه. فکر کنم کمربند هم داره که به تن هر کس که بخواه به راحتی اما به تنش بیایه و بسیار مقبول معلوم شود. پس چی خوب است که خودتانم در مورد از این بگوین که چند رنگ داره و همچنان طراحیش که بیشتر از ما شما دیگه معلومات دارین و خب به اندازه خودم میفهمیدم به چشم میآمد معلومات دادم برای وطنای عزیز ما. خب بله، یام کس یک نوع پیران ماکسی است که بیسا زیادتر با عروسا میگیرن و همراه عروس هم بعضی ها استفاده میکنن که مکمل تکی از بخمل ابریشم است، دیزاین کاملا نو که چند رنگ مختلف کار شده و همه تو فیته کار شده. بازی این مکمل فیته دوزی است و یخنش هم کوچی است، یا هم باز که خود چادر هم داره، اون کس خواسته به کلاه و سیت مکمل است. این مدل ما چند رنگ داره؟ ای تقریبا فکر کنم 7 رنگ داره پیش ما هستک. بسیار عالی. و همچنان میشه که در مورد قیمتش بر ما بگی؟ قیمت از این در خانه 8,500 است. اگر کسی بخواد کرا بگیره باز قیمتش چنده؟ کرایش باز کرا بگیره 2,000 افغانی است کرایش. 2000 سیت مکملش داره. هم میتونن عروس خانما و همچنان همراه های عروس این لباس را به تن بکنن. و لباس بعدی که پشت سر خودت است جمشید جان قند، لباسی است که واقعا اینی لباس است که متفاوت‌تر از لباسایی که اینجا هست. در کل یک لباس متفاوت با رنگ بسیار مختلف که متوجه اگر شده باشین هموطنای عزیز، در این لباس رنگای مختلف کار شده. اینه در این لباس هر رنگی که بخوای در این لباس موجود است، اما یک لباس است بسیار ظریف، بسیار مقبول. فکر میکنم که این لباس مخصوص برای عروس خانمای عزیز می باشه. بله این مدل که ما بیخی کاملا متفاوت نو است که تا حالا در بازارم براتون بگویم که دوپلیکیتش حتی نبر آمده دیگه. این کاملا دیزاین نو مکمل یخنش کار دست دوزی است که خود ما اینجا نفر داریم بر ما دوخته. این کلش مکمل کار دست است و همچنان چرمی که داستینش کار شده مکمل کار دست است و از این تقریبا 15 رنگ فعلا دمی کار شده. 15 رنگ. ما زیادتر رنگ میگرفتیم با زیاد دب می آمد دیگه. فعلا دمی 15 رنگ کار کردیم. یک مدلک عروسانه است که اون که خود به حساب بجای کوزه باز اون یک دستبندک دارم مفلر وره و گردن بندش است، اون کلاهش است و از کس خواسته باشه چادر هم داره. یعنی هم سید مکمل، گردن بند، گوشوارش هم است، کل چیزش است. بله چادر هم داره یا زودتر همی کلاه هم راش استفاده میکنه؟ خب فرق میکنه اینا. بعضی ذوقا بعضی دختر خانم‌ها فرق میکنه ذوقاش، بعضی ها کلاه خوش دارن بعضی ها چادر. باز ما میمونیم برش، هم چادر میمونیم هم کلاه میمونیم. هر کدام شخص خواستن در محفل استفاده میتونن سیت کنن، با ما مشکل نداره. یک شیپ کاملا متفاوت نو است. بسیار عالی. واقعا یک لباس بسیار مقبول و این لباس است که دوستای عزیز من نمیگم که از این لباس اینجا چند رنگ دارن، چرا چون تمام رنگا دیگه در این لباس است. تک تک کار شده اما بسیار لباس ظریف بسیار مقبول. واقعا دامن از این قسم که من فکر میکنم بسیار یک دامن کلان هم داره دیگه. بله تقریبا دامن از 26 متر است که ما هنوز خردش دال شما در ویدیو میگیرین. ما ازیم که کلانتر دامن داریم که دمی مدل بسیار کلان است. این متوسطش است که دمی متوسطش هم 26 متر تنها دامن. یعنی کسایی که خوش دارن دامنش نسبتا کوچکتر باشه هم میتونن از این استفاده کنن و کسایی که خیلی زیاد دوست دارن که دامنشون دنبالش زیاد باشه هم اینجا موجود است. بله باز نگفته نمونه این حال ما در زیرش جیفون استفاده کردیم به خاطر که کم بو ویگریشه. باز بعضیا خوش ندارن با جیفونش نمیندازن، مم افتاده میپوشن. زیاتر بف هم پوشیده میشه اما افتاده هم پوشیده میشه. یعنی در هر حالت که راحت هستن. اگه جیفون خوش دارن چون یک کم میگن که لباسی که بپوشم راحت باشم خودم، میتونن امروز جیفون استفاده کنن و کسی که دوست نداره میتونه بدون جیفون هم استفاده کنه. و یک سوال اساسی که در مورد از این لباس بپرسیم، قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این در خانه 32,000 افغانی است. کرامی لباس میتین؟ بله چرا نمیدیم، کرا میتیم برای عروسا. قیمتش چند است؟ قیمتش 32,000. اگه با کرا بتین
اگر با کرایه بتیم باز تقریبا 8,500 کرایه ازی هستک. 8,500 سیت مکملش البته که کل چیزش همراهش هستک برات من مشتری میتیم. 32,000 قیمتش و 8,500 هم کسی که بخواه که چون برای یک شب استفاده میکنه میتونه که کرایه هم بگیره. و چی خوب است که او طرف بریم چون لباسای مقبول دیگه هم او طرف است. و یک چیز دیگه که پیش از اینکه من لباس معرفی بکنم این ستای مقبول است. دوستای عزیز جمشید جانم میشه که اینجا بیاین، کسایی هم که خواستن که امروی لباسایی که از اینجا میگیرن این ستارم فکر میکنم که امرویشون اگر کرایه خواستن به کرایه و اگر نخواستن میتونم خریداری کنه. قیمتشون چند است؟ قیمت از این سیتای کوچی است، به خاطر که سیتای به حساب قدیمی است، خیلی ظریف کاری هم شده. قیمتای از دخانای 2,500 است. باز وقتی که بس کرا بگیره دخانای 500 کرا میتیم میاره. 500 از این مدلای مختلف هم دارین یا فقط چندین مدل؟ بله یا چرا نیم، ما خیلی مدلای سیتای خیلی مختلف ظریف کار و مدلای نو داریم، زیاد هست که پیش ما. بله دوستای عزیز، قسمی که جمشید جان قند گفت این سید مکمل شما اینجا موجود است، کسی خواست میتونه از اینجا خریداری بکنه که واقعا بسیار مقبول و زیبا می باشه. و یک سوال دیگه دارم نه که کلا دوستای عزیز قسمی که ببینید است اینجا لباسای زنانه هست برای عروس خانم‌ها و همراهای عروس. باز کسی هم که آقا داماد اگر مثلا تنها چون واسکت و هم کولاش شاید استفاده کنه اینجا موجود است یعنی؟ بله ما بیشتر هم گفتم که من سیت مکمل امو واسکت داماد امروی کلاه داماد مربوط امو سیت مکمل پیران میشه که باز ما داریم امو چیزی که پیران است مطابق امو پیران کار شدگی امو پیران سیت داریم برای داماد هم البته. بله دوستای عزیز قسم ما متوجهش فکر امی واسکت ها هست که بله باز هم نظر به مو مدل که پیران که عروس خانم است اونمو مدل واسکت شون ما برشان میتیم مکمل اونمو چیزه برشان. بله باز قیمتای واسکت چند است؟ خب قیمتای واسکت در خانه 2000 2,500 مختلف است دیگه. اینا با نظر به مدلش است مختلف است. بعضی ها که خوش دارن به حساب دزدوزی شود تا خانه 5000 6000 است یک واسکت که میخوان دزدوزی کنن. باز عادیایش هست در خانه 1200 1500 2000 و باز زیاتر کرا میبرن به خاطر که یک شب استفاده میشه مو زیاتر از پیش مو کرایه میبرن. بله بسیار عالی. و همچنان لباس بعدی که ما میخوایم به معرفی بگیریم دوستای عزیز واقعا یک لباس است بسیار اما تو دیزاینش مقبول و همچنان یک لباس است که بسیار مقبول است، بسیار ظریف است. اگر در مورد از این لباس هر چقدر توصیف کنم بازم کم است. و یک چیز دیگه که من متوجه شدم این لباس همراه خود کوزه داره. لباسای قبل که شما بینیده بودین قسم یک دستبندک یا یک آن چیز دیگه داشت، اما این لباس که خود بسیار هم تو کوزه مقبول داره که در این کوزه هم چندین رنگ از تکه های مختلف کار شده و همچنان هم تو سنگین هم است. بله که عروس خانم‌ها میتونن در وقت ازی که مثلا این لباس بتن میکنن کوزه‌ش هم همراه خود بگیرن که هم رنگ لباس است که بسیار یک چیز متفاوت و انتیک و زیباست دیگه. خودت چی خوب است که در مورد از این لباس بیشتر بر ما معلومات بدی؟ خب این یک لباس عروسانه است که دیزاین کاملا نو که اون خودتون شاهد هستین که از در رنگ مختلف پیران کار میشه. یا هم دیزاینه که نو است، بخملش هم کش است، یخنش هم مکمل دزدوزی است کوچی. دیزاینه که نو است یا هم باز کت خود کلام خواسته باشه داره و چادر هم داره یا هم شیپ نو است که البته دنباله دار هم است با دنباله خرد دنباله کلان داریم که از این مدل هم و چند رنگ مختلف هم داره در خود. کدام رنگا رو داریم؟ زیاتر رنگای سرخ داریم، این رنگ لاجوردی است، رنگ پسته‌ای است، رنگ سبز است و می رنگایی است که زیاتر عروس خانم‌ها خوش میکنه. همین رنگا رو داریم. بله بسیار لباس مقبول است. میشه که در مورد قیمتش بر ما بگین؟ قیمت از این است 16,500 و کرایش از 3,500. بله بسیار عالی. یک لباس دوستای عزیز لباس است که زیاتر عروس خانم‌ها استفاده میکنن و همچنین قسمی که ببینید است در یک قسم شیشک‌های خرد کار شده که به زیبایی از این لباس افزوده و خصوصا که آستین از بسیار مقبول است که نه قدر مثلا دراز است که اذیت بکنه و نه قدر کوتاه است. کسایی که قسمی دوست دارن بسیار یک لباس مقبول و زیبا هست. و لباس بعدی که دوستای عزیز ما می‌خوایم به معرفی بگیریم برای شما وطنای عزیز که بینیده برنامه ما هستین، لباس بعدی ما فکر میکنم جمشید جان قند این لباس هم تکش بسیار نازک می باشه دیگه. چی خوب است که خودت بیشتر از ما به هموطنای عزیز دختر خانمای عزیز ما معلومات بدی؟ یا یک نوع لباس عروسانه ای است. خب زیاتر امرام میگیرن ایره تکه لیلی متر است که آستیناش مکمل است، گل بخمل اصل کار شده و دان آستین و زیرای دامن مکمل چرمی دزدوزی است. یا خانش هم یک سبک کاملا نو است دیگه که تا حالا من حتی خودم ندیده بودم این رقم سبک بیخی یک سبک نو است. یا خانش مکمل دزدوزی یک ظرافت خاص داره پیران و نگفته نمانه این پیران به کسایی است که زیادت ساده خوش دارن. ساده است چون از دو رنگ کار شده، رنگ سرخ و رنگ پسته‌ای که یک رنگ است که ترکیبشون بسیار مقبول است. و چی خوب است بگی که از این لباس مقبول چند رنگی جدا؟ از این لباس تقریبا 8 رنگش پیش ما است موجود.
از این 8 رنگ است و دیگه زیر کار هم داریم که ما زیادتر رنگایش تولید میکنیم، از زیادتر رنگایش است و 8 رنگش فعلا پیش ما هستک. همینطور دیگه 2 رنگ ترکیب شده در این لباس مقبول. البته باز در مختلف هست دیگه، بعضیش 3 رنگ کار میشه، بعضیش 1 رنگ مختلف کار میشه و زیادتر ما 2 رنگ کار میکنیم به خاطر که ظرافت خود میکشه زیادتر در 2 رنگ. و قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس 12,500 افغانی است. و اگر کرا بتین؟ کرایه ازی است باز 2,500 افغانی. 2,500. واقعا لباس بسیار مقبول است و همچنین چیزی که ما متوجه شدیم این لباس کلاه هم داره. بله. و چادر هم داره. چادر و کلاه هر دویش دارن، هر کدامش که میل دل خود همون کسی که میخره بود دیگه میتونن استفاده بکنن. بله. چقدر زیبا. و لباس بعدی که واقعا لباس بسیار ظریف است و همچنین چادر این لباس همراهش میباشه که هم رنگ می لباس است دیگه. چی خوب است که در مورد طراحی و تیکش خود جمشید جان قند برای هموطنان عزیز ما معلومات بدی. بله درست است. یا یک نوع دیزاین ماکسی است که به همراه عروس البته استفاده میشه. کسایی که زیادتر خوش نداره کوتاه بپوشه دراز میپوشن و خصوصا ساده میپوشن. یا پیرانی است که برای کسایی است که ساده میپوشه. یخنش مکمل کار دست کوچی است و زیرای دامن مکمل آشه کار شده و قرص دزدوزی کار شده و همراه چند بخمل میره، چند رنگ بخمل ترکیب کردیم که دیزاینک ساده ظریف است و نگفتن همونه که بخملش هم ابریشم اول است، بخمل ابریشم دیزاین کاملا نو. و بله در مورد رنگش برای ما بگین که چند رنگی موجود است. فعلا دایی خو ما 7 رنگ داریم و از دیگه هم زیر کار داریم که رنگایش مختلفش میبره که فعلا رنگ لاجوردی و طلایی و سرخ و امی رنگای است سیاه رنگای است که زیادتر انتخاب میکنن امی داریم فعلا پیش. بله و میشه که در مورد قیمتش برای ما بگین؟ قیمت از این 8,500 افغانی است و کسی که راز ما ببره 2,000 افغانی است. 2,000 افغانی که دوستای عزیز قسمی که بیننده هستین یک رنگ بسیار مقبول و همچنین لباس است که بسیار ظریف است و همچنین چادرش هم همراهش میباشه. بله بسیار لباس زیباست و همچنین لباس بعدی که یک لباس بسیار متفاوت تر است، قسمت آستینش و قسمت دامنش که دامن بسیار کلان داره که همراه از این میتونن جیفون هم استفاده کنن. دیگه چی خوب است که معلومات بیشتر خودت بدی جمشید جان. ایام یک نوع لباس بیشتر در قبلی پیران گفتم پیران لولایی است که فقط با عروس خانم‌ها دیگه. البته کال ما خود فعلا جای خورد بود ما جیفونش خورد ماندیم خویام خوب کلان است. یا هم دیزاینک نو است از بخمل ابریشم کار شده مکمل گلاباتوندی کار دست است و همچنان آستینایش هم یک دیزاین کاملا نو که به حساب اوریب است. یا هم شیپ نو است یا هم کلاه سید باز کل چیز که خود سید مکمل داره. چند رنگ دارین از این لباس؟ از این لباس فعلا پیش ما 6 رنگش است از این مدلش. و قسمت کدام تفاوت هم با این که مثلا رنگش متفاوت است، کدام دیزاین در قسمت طراحیش متفاوت است یا تو دیزاینش یک قسم است؟ نه خیر باز دیزاینش یک قسم است و یک حساب کار گل یاش باز ما کم تفاوت میتیمشونه که کم از هم فرق شوه. دیگه اینا هم فکر کنم فری سایز هستن. بله یا هم فری سایز است. پسرش بندک داره که از بغل 20 تا 54 میاد دیگه. فری سایز است. بله اینا هم فکر کنم که خود کلاه می داشته باشن دیگه. بله بله بسیار عالی. دوستای عزیز قسمی در تصویر بیننده است لباس بسیار مقبول و یادم نره که در مورد قیمت این لباس بر ما بگین. قیمت از این لباس در خانه 18,500 پس و کسی که کراز ما ببره قیمت کراش 5,000 افغانی است. بله واقعا که لباس بسیار مقبول با رنگ بسیار مقبول که مخصوص عروس خانمای عزیز می باشه. و لباس بعدی که ما میخوایم به معرفی بگیریم که ترکیبش هم 2 رنگ است، سیاه و همچنان جیگری رنگ. اگر اشتباه نکنم بسیار لباس مقبول است دیگه. جمشید جان عزیز در مورد تیکه لباس بر ما بگو، در مورد طراحیش بگو، کدام موره کار شده، این جزئیات از خودت میشنوی. بله بخیر باشین. یام دیزاینه که کاملا نو ماکسی است که به حساب تکه لیلی متر قبلی پیرانا رو گفتم براتون تکه لیلی متر کاملا تکه نو است. مکمل زیر دامنش چیز کار شده چرمی دزدوزی است و آستیناش مکمل از تکه زری بخمل کار شده و یخنش مکمل از یخن کوچی است که تقریبا اگه بگویم یخنش از شاید 30 سال پیش باشه. یخن البته یخن کوچی است، یخن قدیمی است که زیادتر دختر خانم ها یخنای سابقه کوچی را خوش دارن. بازده ما هم یخن کوچی را در تکه لیلی متر برشون سید کردیم. از این لباس مقبول اینجا چند رنگ است؟ فعلا حال از این یخن و از این لباس خود تقریبا 8 رنگ داریم و بازی که خود چادر هم داره کلاه هم داره و سیت مکملش هم است البته پیش ما. و همچنین قیمت از این لباس چند است؟ قیمت از این لباس هست 22,000 افغانی. و اگر کرایه بتین کسی که بخواد قیمتش چند است؟ باز کرایه از این است 2,500 افغانی. 2,500 افغانی. واقعا لباس بسیار مقبول است که رنگ‌های مختلف موجود است و همچنین در خود زمین لباس تنها فعلا
3 رنگ کار شده که بسیار یک لباس مقبول است. یک تکه بسیار نازک درش کار شده، خصوصا در فصل بهار این لباس بسیار مناسب می باشه، چون که دیگه هوا بسیار گرم است که فعلا هم هوا رو به گرم شدن. شاید هموطنای ما دختر خانم‌های عزیز بیشتر همین لباس انتخاب بکنه. بله. دیگه ما واقعا از خودت بسیار جمشید جان قند تشکری میکنم، چون امروز این لباسایی که واقعا مقبول بود هم برای ما و هم برای بیننده‌های عزیز، دختر خانم‌های عزیز از هر کجا که بیننده برنامه ما هستن، بسیار تشکر میکنم که لباسا رو به معرفی گرفتید. خواهش میکنم، وظیفه ماست، مشکل نداره. قربانت سلامت باشین، ان شاء الله موفق سرفراز باشید. و یک تشکر خاص دارم از تمام شما وطنای عزیز که تا ایدن با صبر و حوصله‌مندی بیننده برنامه ما بودین. ما تمنا میری همیشه کوشش میکنم که بهترین لباسا رو به شما هموطنای عزیزم، دختر خانمایی که بیننده برنامه ما هستن، این لباسا رو به معرفی بگیرم. دیگه خواهش من از شما است که مرا حمایت بکنین تا ما بتونم هر روز بهتر و بهتر برنامه‌های بهتر تقدیم شما وطنای عزیز بکنم. این بود برنامه امروز. تا دیدار بعد و برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.